سلام، خوبین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدئوی دیگه با من. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو سپری کرده باشین و همه چیز اونجوری که باید براتون پیش رفته باشه. من خودم معرفی نکردم، من محدثم و خیلی خوش اومدین به چنل من این هفته یه کتاب خوندم به اسم فلاکت روزمره. خیلی این کتاب رو دوست داشتم. اصلا کتاب آرامش بخشی نیست به هیچ عنوان، اما حس درک شدن بهت میده و پیشنهاد میکنم حتما بخونید این کتابو. بیاید یه بخش از این کتاب با هم دیگه بخونیم. هیچ یک از بستگانم حتی یک بار هم از من نپرسیدن که آیا از فروپاشیدن میترسم یا نه. با اینکه خودشان هم زخم‌های قدیمی داشتن، نمیدیدن که من هر روز ویرانی را بر پوستم حس میکنم. وقتی به دیدارشان میرفتم، آخر هفته گذشتهشان را 1000 بار در صورت من نشخوار میکردن. همین و بس. نه خبری از کنجکاوی بود، نه تلاشی برای همدلی. در حین همه این حرفها من گویی حضور نداشتم. فقط وانمود میکردم که گوش میدهم. خیلی جالبه. این حس تنهایی در جمع و هممون تجربه کردیم. درسته؟ این کتاب از جهانی صحبت میکنه که در این جهان ترس و رنج از بین نمیره و ممتد ادامه داره و یه چیز نرمال شده، جزئی از زندگی روزمره شده و در هر حرکت ساده‌ای، در هر چیز ساده‌ای شما میتونید این ترس رو ببینید. در قدم زدن‌های عصرگاهی بین دوستا، در خانواده، و این خیلی میتونه سخت باشه، خیلی میتونه آزاردهنده باشه زندگی در این جهان. و گاهی هم رنج‌هایی که آدمی میبره به نظر من دیده نمیشن، شنیده نمیشن، درک نمیشن و این رنج‌ها میتونن خیلی ملموس و خیلی بر خود آدم خیلی ملموس و خیلی آزاردهنده باشن، خیلی فرسوده کننده باشن به مرور زمان. و دلم میخواد یکم در مورد فرسودگی صحبت کنیم، در مورد این که اصلا فرسودگی چیه. شما وقتی این کتابو میخونید، چیزی که خیلی به چشمتون میاد و خیلی در سرتاسر کتاب احساسش میکنید فرسودگیه. یه سری آدم فرسوده در یک جای زندگی میکنن که هیچی براشون قابل پیش بینی نیست و مدام نگرانن و این نگرانی در دراز مدت باعث فرسودگی شده، باعث شده انرژی روانیشون تموم شه، باعث شده دیگه احساسی براشون نمونه، انگیزه‌ای نمونه یا اصلا همدلی براشون باقی نمونه. فرسودگی نوعی از نفس افتادگی عاطفیه. این خیلی مهمه و چند تا نشونه داره فرسودگی. یکی از مهمترین نشونه های فرسودگی خستگی عاطفیه. خستگی عاطفی رو شما به هیچ عنوان نباید با خستگی جسمی اشتباه بگیرید. خستگی جسمی شما استراحت میکنید و این خستگی برطرف میشه، اما خستگی عاطفی نه. شما در لحظه احساس میکنید که دارید از هم میپاشید، دیگه توان ادامه دادن ندارید و حتی وقتی استراحت هم میکنید این خستگی برطرف نمیشه. اینجا نوشته ابهام مدام رخ میدهد، زیرا چیزهای کاملا آشنا هر روز صدها بار آشنا و دوباره غریبه میشوند. زیرا آنچه میشناسی مدام به جایی میپرد که دیگر در اختیار تو نیست. این عدم کنترل، این غریبگی و آشنایی باعث فرسودگی میشه و این خیلی مهمه و این کتاب داره به این فرسودگی اشاره میکنه. علامت دوم یه نوع بیگانگیه، یه نوع انزوایه، یه نوع فاصله گرفتن از دیگرانه و
یه جورایی شما تهی میشید از دلسوزی، از همدلی، زود رنج میشید، احساس میکنید هر چیز کوچیکی میتونه شما رو عصبانی کنه، میتونه کنترلتون رو ازتون بگیره و نسبت به دیگران بدبین میشید. علامت سوم کاهش اثر بخشیه. حس بیهودگی، احساس این که مهم نیست چی کار میکنید، به هر حال هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه، که خیلی همون این حس رو تجربه کردیم، اینکه هر کاری کنیم هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. و همونطور که گفتم فرسودگی یه پدیده مدرن نیست، حداقل از انقلاب صنعتی وجود داشته و در موردش تحقیقاتی شده و میشه گفت دغدغه بوده و ناعدالتی یکی از اون ویژگی هاییه که میتونه فرسودگی رو بیشتر کنه یا افزایش حجم کار میتونه این فرسودگی ها رو بیشتر کنه و به طور کلی باید مراقب خودمون باشیم، مراقب سلامت روانمون باشیم. چیزایی که دارم میگم صرفا به خاطر آگاهی بیشتره. اگه در مورد فرسودگی یا هر چیز دیگه‌ای داریم اینجا صحبت میکنیم صرفا به خاطر اینه که آگاه تر شیم، چون سلامت روان یه موضوع خیلی جدیه و باید بهش توجه شه و به نظر من حتی بیشتر باید در موردش صحبت شه، بیشتر از این چیزی که هست در موردش صحبت شه و متخصصین باید بیشتر فعالتر باشن. به نظر من، این نظر منه البته. بیاید یه قسمتی از این کتاب رو با هم دیگه بخونیم. تا قبل از فرار فقط دلتنگ آینده‌ای، ولی پس از رسیدن دلتنگی بر پوستت جا خوش می‌کند. در آلمانی واژه آینده با سرپناه همتنین است، ولی این فریبی بیش نیست، زیرا آینده انتزاعی است و سرپناه عینی. سرپناه جایی واقعی است که آن را با بند وجودت حس می‌کنی. ولی آینده زمانی ناواقعی است که خودش هم از خودش خبر ندارد. زمان حال هرگز تمام نمی شود. گذشته گریبان ما را رها نمی کند. کسی چه می داند؟ شاید وقتی پس از فرار دمی آرام و قرار بگیریم آینده آغاز شود. این کتاب رو بخونید، مطمئنم خیلی از خوندنش لذت میبرید. و همین، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و ویدیوی بعدی میبینمتون.